الان ما یک موضوع دیگری رو میخوایم در اینجا بیان بکنیم که قضیه خیلی مهمی است. الله سبحانه و تعالی این نظام و قانون رو بیان کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بیان فرمودن. حالا کسی بیاد امروز از انسانها بگه که نه ما این کار اینطوری انجام میدیم، این کار اینطوری میکنیم، لباس باید این شکلی باشه، حجاب باید اینطوری باشه، رئیس جمهور بیاد یا مفتی بیاد یا رئیس کمیته دین بیاد بگه که شکل حجاب، روش حجاب باید اینطوری اونطوری باشه. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 36 میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن را شایسته نیست، سزاوار نیست که انگامی که الله و پیامبرش حکم بکنند اینا بیان چیکار بکنن؟ نه، اینا بگن ما اختیاری داریم در اینجا که این کارو بکنیم این کارو بکنیم. پس اختیاری ندارند انسان ها وقتی که الله و رسولش امر کرد. الله و رسولش امر کرد باید بگی اطیع الله و اطیع الرسول. از الله و رسول باید اطاعت کرد و هر کس که نافرمانی الله و رسول رو بکنه و من یعص الله و رسوله چی میشه؟ این انسان در گمراهی آشکار است. میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد مفتی باشه. شما به ریش و سر و کلاه و عبا و قبای فلان مفتی و فلان رئیس کمیته و فلان شخص و فلان داملا فریب نخورید. هر کس که نافرمانی الله رو بکنه الله سبحانه و تعالی با شوخی نداره. حتی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آیه چی میگه؟ ای محمد، ای پیامبر من، ای حبیب من، ای محبوب من، ای رحمتا للعالمین، لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. اگر تو هم شرک بورزی، نافرمانی من رو بکنی، اعمال نیکت برباد میشه، بعد جمله زیانکاران خواهی بود. الله سبحانه و تعالی در احکامش، در شریعتش با کسی شوخی نداره. هر کسی که میخواد باشه، میخواد داملا باشه، میخواد عالم باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد هر کسی که باشه.